اما عجیب ترین بخش ماجرا مربوط به این کالاست. پشم. پول دادیم پشم وارد کردیم. دلار دادیم چی وارد کرده باشیم خوبه. دلار دادیم چی وارد کرده باشیم خوبه. پشم. بعد مثلا ما مصاحبه هایی میبینیم و میشنویم که میگن اصلا شما فکر کن دلار نداریم که ما همینطور باید برای اینقدر دلار لنگیم. بعد چجوری 73 میلیارد دلار صرف واردات این مواردی میشه که من الان میخوام خدمتتون عرض بکنم. چه کالاهایی وارد کشور شده؟ به به بخونید خانم اگر میشه. مداد تراش مهمه. سنجاق قفلی مهمه. شیلنگ مهمتر از همیشه. آب پنیر وارد کردیم. این شاید باورتون نشه. مگه میشه آب پنیر نباشه؟ ما آب دلار دادیم آب پنیر وارد کردیم. دلار دادیم سنگ پا وارد. کی الان سنگ پا استفاده مگه میکنه؟ قزوین نمیزد سنگ پا؟ من فکر میکنم نصف قد بچه های دهه 50 و 60 انقدر که مامانا سنگ پا کشیدن کف پاشون رفت. برای همین دهه های جدید اصلا سنگ پا استفاده نمیکنن. برای همین قد ماشاءالله بلنده دیگه. شیلنگ بیش از 5000 تن وارد کردیم. شما مثل که خیلی خاطره دارید با این سنگ پا. آب پنیر بیش از 4600 تن آب پنیر برای چی وارد کردیم؟ اسفندم توی فهرستی که الان بچه‌ها جدولشو بردن روی آنتن دیده شده. مال ما بوده. از کجا وارد میکنن؟ اسفند که مال ما بوده. ما که دود نمیکنن. ما باید صادر کنیم اسفندو. چرا اسفند پول دادیم اسفند آوردیم؟ حالا اسفند هر چی که هست.